این مادر 2 ماه اخیر بین ناحیه عینی و دوشنبه سرگردان است. حالا با عیادت پسرش به شفاخانه بیماری‌های روحی آمده است. به ادعای این مادر پسر 23 سالش را در دعوت تیرماهی به ارتش بردند و حالا از گپ مانده است و کسی را نمی‌شناسد. هسپتال اومدم من نموندم. من گفتم برای چی من نمیمونه تو بچه میبردی تو خیلی گری تو مونه تو من بچه میدارم ببینم که بچه میچ میخورد بچه ما هیچی اقل بچه اوچی هم تو گپ نمیتونه که گپ زند زبون ندارد که گپ زند کل زدگی زونی بچه میگرفتگی با میونی بچه زدگی اینا گفتن غلطی دیگه من با خویل نمودم. ابراهیم نیازوف سال گذشته دانشگاه دولتی صنعت را در دوشنبه ختم کرد و حدوداً 3 ماه پیش به گفته نزدیکانش او را غیر قانونی به ارتش بردند. والدان میگویند ابراهیم را که برای کار در یک ارکستر حربی حجت سپرده بود به جای قبول به کار از روی فریب به ارتش فرستادند. گفتن که اوچا شما منو مبارکت کنید که من فرمونم بروندگی من رفته کار میبرم تلفن خودم دستشون دادم حتی که شما که اگر رفتید تلفن من کار که درو میده تلفن من ایر کنید گفتم بچه‌م به یک خرسندی انجامشون گرفت اومدن. اما در پاسخ به نامه نزدیکان سرباز به وزارت دفاع گفته شده است که ابراهیم را قانونی به خدمت حربی جلب کردند. به ادعای نزدیکان سرباز بعد از 6 روز خدمت در یک قسم حربی نیروهای سرحدی در ناحیه 5 او را در حالت وزنین به بیمارخانه آوردند و بعد مدت به شفاخانه بیماری‌های روحی در ناحیه رودکی روان کردند. به نزدیکان ابراهیم در قسم حربی گفتند که او بیماری روحی داشت و خود را از آشیانه دوم پرتافته است. وقتی که من رفته دیدم من این جوش شرم سال خوب بود چی بود که جس سیاگشت بدنش چند جوش خراشت داشت ولی داشت کمتر آغلش بند بود. بعد حادثه نزدیکان ابراهیم به دستگاه ریاست جمهوری دادستان حربی و وزارت مدافعه نامه نوشته شکایت بردند که با فرزند سالم آنها چی کردند. دادستان حربی از دادستان نظامی دوشنبه خواسته است که قضیه را همه‌جانبه و خالصانه تحقیق کند. گفتن که ما فکر شدیم وی همین جنایت ما چوراندیشی کردیم تحقیق کردیم. در بیمارخانه روحی به رادیوی آزادی گفتند وضع سرباز چندان بد نیست و تشخیص او ادامه دارد. به گفته یک مسئول این بیمارخانه طبیبان باید مشخص کنند که ابراهیم واقعا بیماری روحی است یا وانمود میکند.